خب سلام خدمت شما دوستان و همراهان عزیز. ما تا جلسه قبل رسیدیم به اینکه خب بارگذاری ها رو انجام دادیم. برای هر سقفی اومدیم گفتیم که به صورت شلود انجام دادیم و هر کدام از این موارد چه باری دارن و این چیزها رو روش لحاظ کردیم. و روی تیرم حالا بار تیرا رو ببینید، من حالا شاید تو اونجا هم گفتم بازم بگم بهتره. درسته یه سری اصول داره، باید شما بیاید خود نقشه اجرا رو ببینید و اینکه معمولا میان مثلا میگن نصف اینا تقسیم میکنم، میگم به تقسیمش مثلا بالا پایین میبره. باز امکان داره بعضی بگن چون بازو رفت و برگشته اون بازوی رفت و میذارن حرفه تر کار میکنن. منتها هدف من میگم روی این قضیه نبود که بخوام میلیمتر جز، البته با مدلم خیلی دقیق باشه، حق دارم، حق بودم بهتون سر این قضیه. منتها من فعلا نگاهم کلیه، میخوام بالاخره تو حین کار با نرم افزاره که میریم جلوتر و اینکه هی مدل پیچیده تر کنیم و ضوابط دیگه مثلا اشاره میگم ما پیچشی افتاد بخوایم کنترل کنیم یا مثلا موارد اینا رو تو آینده، اونم نه حتی تو این کار، تو کارهای آینده، یعنی توسعهش بدم برای جلوتر. منتها شما میگم بر حسب پروژهتون، بر حسب باراتون کجاست و این موارد بارگذاری رو انجام میدید. به هر حال اگه بخوایم بریم جلوتر، شما باید برید توی این مرحله که امروز میخوایم صحبت کنیم. میخوایم بیایم در مورد این صحبت کنیم که یک مقداری فاصله به اسم چیزی داریم، اساین باید بکنیم براش و اون هم اینه که همه مدل رو انتخاب میکنید با کنترل A، میری توی اساین یه چیزی داریم به اسم end length offset. ببینید این قسمت رو نگاه کنید، یه قسمتی این پشتش مشکیش بیشتره، این وسط کمتره. میبینید؟ میدونید برای چیه؟ اینو معمولا میذارنش روی حالت رجید، از نوع رجیدش نیم و همین اتو هم میذارن بمونه. وقتی که ما اینو میزنیم باعث میشه که نیاد از بر ستون، از اون گره اینو ببینه. یکم شیفت میده برای مدل، یکم بهترش میکنه. بزنم رو نمیتونه نشون بده. آره ببینید ما الان مدلی که داریم مدل خط نقطه است، این چیزی که داریم تو ظاهر میبینیم، ولی این میاد خودش یه جوری تشخیص میده که این دیگه خط نقطه نگیره. مثلا ما خیلی وقتا برش رو نباید از اونجا در نظر بگیریم، باید از بره مثلا تکیه‌گاه به یه فاصله، خب اون تکیه‌گاه رو باید بفهمه، یا خیلی موارد دیگه. این داره بهش میگه که مدل منو یه حالت ایدئال مثلا با یه طبیعی تری در نظر بگیر. یعنی مدل من فرضاً میگم اینجا چشم اتصال من باشه، اینجا نقاط تقاطع با هم باشه، تو یکم جلوتر بیا. مفهومش اینه. مورد بعدی که باید بریم جلوتر براش اینه که باید بریم سقف‌ها رو براش به صورت سقف یک پارچه در نظر بگیریم، یا به اصطلاح میگن دیافراگم صلب براش در نظر بگیریم. دیافراگم صلب چیه؟ البته باید بررسی کنیم ببینیم که مقدار جابجایی سقفمون بیشتر از ظریف نباشه. ولی اینه که شما وقتی میرید توی اون مباحث اولیه آیین‌نامه مبحث 10 یا چیزای مثلا بهتون بود توی مبحث 9 میاد در مورد این سقف صحبت میکنه، حداقل ضخامت و این حرفا. وقتی ضخامت سقف بیشتر از یه حدی میشه، این سقف یه جورایی دیگه سقف عادی نیستش. این سقفی که بخوام بهتون بگم یه جوری عمل کردش. ببینید مثل اینه که شما یه دونه کاغذ داشته باشید، بخواید از یه سمت بار بیشتر بهش وارد کنید، این باعث میشه یه انحنا، یه اعوجاجی توش ایجاد میشه. حالا اگه یه بسته آچار رو بگیرید و هم دیگه مثلا همین کار رو انجام بدید، سخت‌تره، جسم صلب‌تره. این هم همون مفهومو داره. برای این مفهوم ما کل سقف‌ها رو انتخاب میکنیم و این میریم توی قسمت اساین، توی قسمت شل و دیافراگم. دیافراگم معمولا یه دونه داره و از همین استفاده میکنم، ولی اگه مودیفایش هم که همینجا میبینیم و دیافراگمش هم از نوع ریجیت میذاریم چون مثل صلبه دیگه. منتها باز یه سری ضوابط هایی داره که ما تو پروژه های آینده باش کار میکنیم. یکم این که اگه پله رو مدل کردید و مثل قدیم رو نیم طبقه بود، یا اصلا کلا یه طبقه داشته، مثل خیلی فروشگاه میری طبقات بالاترش یه دونه سقف کوچیک دارن، حالا یه با چهارپای نردبون، یه دونه آسانسوره معمولی، هر چیزی پلاش غیر طبیعی ارتباطش اونجا باید برای اون یکی سقف یه دونه دیافراگم جداگونه تعریف کنیم. وقتی اینو بزنیم احتمالا میبینید که اینجا یه دونه از هر کدومش مثل یه نقطه میاد و بهش وصل میشه. معمولا هم اینجا روی مرکز سطح میفته، حالا مرکز جمع این چیزاشو باید بررسی کنیم. الان این مدل ها که ما ببینیم پس اینجا دیافراگم صلب ما براش داریم.
مورد بعدی که باید در موردش صحبت کنیم، میریم طبقه بیس کار. حالا اینجا برای ما بیس امکان داشت اگه منفی هم داشته اون زیر باید بریم. و این چیکار کردم نمیدونم. اینجا میام اینو انتخاب میکنم. ببینید این زیر نوع تکیهگاهشو میبینید دیگه، مثلثی که نمیشه گفت، باید بگم که مفصلیه. این تکیهگاه ها رو ما تو واقعیت چون که میایم از کار اینطوریه دیگه، شما پیریزی رو که انجام میدید بعد میاد یه سری پایه هایی میذارید، بعد روی اونجا انکر بولت سوراخ صفحه برش رو میذارید، حالا مثلا جلوتر میرید و صفحه رو قرار میدید، بعد اون صفحه که اومد معمولا یه سری لچکی ها داره، یه سری سخت کننده ها داره و خیلی دیگه داره و باعث میشه که پایش هم پایین یا پیچ میشه یا حالا هر چیزی پیچ، معمولا حالا چنده نو داره. اینا مثلا دیتیلش متفاوته دیگه. بعد توی اینا شما ملاحظه میکنید که بعد از اینکه همه اینا انجام شد دیگه معمولا سقف رو میخوام چنین سازه رو میخوام مدل کنن، این پایه ها عملکردشون گیر داره. برای همین ما همه رو باید انتخاب کنیم، بریم توی اساین. تو اساینش از نوع جوینت که میخوایم بریم رسترینز معذرت میخوام میزنید، یا اینجا میاید بهش میگی ببینید هر کدوم از اینا برای حرکت انتقالی و جابجاییشه تو چه جهتی x و y z، یا اینکه میاد خودش میگه سریعتر اصلا این باشه اختصاص به تکیهگاه رو اینجا رو میزنه به حالت گیردار. این الان خودش رو این بود دیگه پیش فرض، و این اگه بزنید میبینید که تکیهگاه حدودا شده. من اینو که زدم روی این که هیچ انتخابی نداره، فقط بخاطر اینکه نما رو نشون بدم. توی قسمت قبلی هم همین کاری کردم. الان گیردار شد و دیگه خیلی راحت‌تر شما میتونید به این مدل اطمینان کنید که این گیردار شده. برای این کار هم میتونید روش هم کلیک کنید و اینجا میبینید که کلمات UX، UY، UZ، RX، RY، RZ که اینا مشخصات از مقطعمونن. این هم دیگه حالا مواردی هستش که بخوام بگم اینجا می در مورد این صحبت میکنه که مختصاتش کجاست و این حرفا و نوع کانکتیویتیش اون عضو چطوریه که فریمش رو صحبت میکنه و این موارد. خب اینم از این مورد. نماشو فعلا سبودی برگردونیم. ای بابا هر وقت هم خواستید توی طبقات اینو از این رفعه اگه میخواستید مثلا اون نماشو برگردونه الان دیدید که دیگه اینو بزنید سریع میره رو حالت این حالت. و اگه خواستید دیافراگم ببینید که دارید این پنجره اینجا یه دونه گزینه داره به اسم set display option با کنترل W هم کار میکنه. از اینجا میتونید خیلی چیزایی که بوده رو مثلا ببینید. مثلا اینجا میخوایم مثلا اینجا میزنیم چی میزنیم که دیافراگم بزنیم به اون نشون میده و اگه این از روی برداریم برامون میره. یا خیلی موارد دیگه مثلا کانکشن حالا که مثلا نیستش هدفمون نداره ولی توی مخصوصا اینا خودشون رو مخصوصا توی مثلا وافل کسی بخواد صف کار کنه توی مثلا جلوتر میاد تو شل خیلی خودشون نشون میده که نوارا رو داره ریبزا رو داره فوق العاده است. حالا مواردی که هستش اینجا دیگه شما میتونید اینجا مثلا بذارید که کدوم آپشن رو ببینید که صفحتون شلوغ نشه. الان رو نبینید که صفحتون یکم کمه، جلوتر که برید خیلی مثلا این موارد رو میبینید، یعنی باش درگیر خواهید شد. خب ما یه سیو میگیریم. من میگم همیشه یه چک آنالیست رو هر مرحله بزنید بد نیست. یه دفعه بخوام بذاریم شب امتحانی حس خوبی نداره. اگه مورد نباشه اینجا می‌نویسه مدل has been checked، یعنی همین الان چک شد. ماضی کامل دیگه نه چیزی نمیتونم انگلیسی میگه. این دقیقا مفهومش اینجوریه که فعلش طوری که از گذشته انجام شده و اثرش هنوز هم هست. No warning missed were generated. خب خطای الان فعلا چیزی نیومده و تا اینجا فعلا بریم جلو. برای این جلسه فکر میکنم تا حدودا اینجا کافی باشه برای اینکه ویدیو رو من شلوغ نکنم. جلسه بعدی رو میریم حالا پیش بخوام بهتون بگم میریم توی این قسمت تنظیمات اینجا رو بهتون تک تک معرفی میکنم و اینکه هر کدوم چیه بهتر رو چی بذاریم و مواردی از این دسته. امیدوارم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بوده باشید و لذت برده باشید. فعلا موفق باشید. خداحافظ شما.